داستان گیبی برمیگرده به سال 96 زمان خدمت من. میدون آزادی خدمت میکردم. ما یه گوشی معمولی همراهمون بود. گیبی استارتش اونجا توی خیابونا. تو چرا حسی نریده یعنی چرا مثل قبلی به این همه خاطرات حیف نیه نه حیف نیه. گوشی هم ممنوع بود دیگه، ضبط هم نمیکرد اون گوشی معمولی ها. این گوشی تو جیب من بدون استرس داشتم تایپ میکردم، ملودی هم تو سرم. حالا وسط این همه سر و صدای خیابون خدا خدا میکردم این یادم نره. این روزی تو بی می تنها آرزو بی توی خاطر ما عزیز بود گفتی می چشم سوی. از شانس خوب من یه رفیق داشتم خونش نزدیک همون میدون آزادی بود و اونجا یه استودیو خونگی داشت که در واقع میشد خونه امید من. اون فضا رو میدیدم، استودیو دم و دستگاه رو میدیدم، چشام برق میزد و رفتم پیشش، مهمونش شدم و کم کم موزیک گیبی رو پایه‌اش رو ساختم. رسید به اینجا که تصمیم گرفتم این رو ویدیو بدم. یادم سعید برای من تو تلگرام یه موزیک فرستاد، گفت سوپان جان این موزیک رو گوش بده، میخوام اینو ویدیو کنم. گفتم اوکی. اومدم پیشش، اومدم استودیو و سوپان اومد استودیو، کارو گوش داد، یک دور دیگه گوش داد و سکوت. یه حس و حال عجیب غریبی برای من داشت. آدم هایی که تو زندگی منن شاید واقعا این خاطره زندگی اون است. سوپان که سناریو رو تعریف کرد هیچی نداشتم بگم، یعنی در واقع بخوام راحت بگم بغضم گرفت. درخواست کرده بودم برای تهیه کلیپشون به یک چهره نیاز دارن با یک سن مشخصی. این به مرحله ساخت رسید و حالا سخیری‌های سوپان که کاملا به جا بود سر انتخاب بازیگرای عزیزمون که کلی زحمت کشیدن. خیلی سخت بود پیدا کردن یه دختر و یه خانومی که خیلی نزدیک به هم باشن. هر بار سعید هی عکس میفرستاد، هی پیج میفرستاد، من واقعا به دلم نمینشست. تا اینکه یه عکس عکس خانم میترا رو برامون فرستاد و من گفتم سعید اینه، این مادره، این برمیگرده، این خیلی خوبه. منم خواستم که ببینم میتونم سهمی در این هنر زیبایی ایشون داشته باشم، بنابراین یکی از عکسامو فرستادم که خوشبختانه افتخاری برای من بود که مورد قبول واقع شد و این تجربه خوب رو به من اجازه دادن بزرگواران. خوشبختانه ما اول آدم مسن رو پیدا کردیم و حالا بایستی براش دنبال یک آدم مثلا جوان میگشتیم که سرچ کرد خیلی گزینه ها رو معرفی کرد. واقعا این پروسه شاید 1 ماه طول کشید تا دورسا رو فرستاد، عکس دورسا رو فرستاد. گفتم سعید این خیلی خوبه، این دقیقاً میخوره به اون، یعنی به اینا میخوره که مثلا پیر و جوون هم باشن. فرصت همکاری با آقای اسرا، آقای فرزانه و پیرو و اون خانم میترا که در واقع شباهت ما با ورود من به این پروسه فیلمبرداری شد، یک تجربه خیلی جذاب و لذت بخش برای من بود و جو فوق‌العاده دوست داشتنی و صمیمی. ضمن اینکه زبانش هم به زبان گیلکی بود، خودش یک لطافت و صمیمیت خاصی رو به من منتقل می‌کرد. نگاهی که وقتی داری نگاهش می‌کنی همون لحظه انگار دره وا میشه، نگاه دیگه متوجه میشه. رفتیم سراغ مجید گریمو کار و یه تست گیری میزد و گفتیم که اوکی حله. سلام. مادرش نظر چی؟ همه زیر الان داری که بری چی؟ با چی شکل فریدون یعنی فامیل بابا او الان های نامونه همه فریدون مثل 6 سالگی من چی؟ پیرا کدیت اومده؟ زیاد ترس میخوره. من چی؟
Pira kudi tumare. Angat tumare ersi. انا جران بزیده خب خیلی جوانه. یکی از چیزهایی که خیلی برای گروه مهم بود و برای من سعید و خیلی روش تاکید داشتیم این که به بهانه این ویدیو بیایم کوچه پس کوچه های رشت رو که خیلی الان کم شدن، کوچه هایی که بافت قدیمی خود رشت رو دارن. ما هر روز شاهد اینیم که یه خونه قدیمی داره کاملا تخریب میشه و جاش یه ساختمونی چندین طبقه داره میاد و علیرغم همه شعارهایی که این مسئولین دوست داشتنی دارن، ولی میبینیم که نه، این روند همچنان ادامه داره و انگار برای هیچ کی مهم نیست. این همه خاطرات حیف نیه، نه حیف نیه. یه روزی تو بی می تنها آرزو بی تی خاطر ما عزیز بو گفتیم می چشم سوی می دل بشکنه. تو 2 روز کل کار رو گرفتیم و میرفتیم 10-11 شروع میکردیم، صحنه های سعید رو گرفتیم، پیریاشو تو چند ساعت تموم شد و خیلی هم خوش گذشت. یه گروه خیلی کوچیک بودیم ولی خیلی رفیق، خیلی صمیمی و تک تکشون صبور بودن، تک تکشون پرتلاش بودن. از مجید ادراکی که به عنوان گریمور کار خیلی زحمت کشید، ازش ممنونم، خیلی دقت به خرج داد. از سعید مهرشریف ممنونم، خیلی ما رو همراهی کرد و دوستای عزیز دیگه که شاید الان حضور ذهن ندارم از بازیگرای کار و امیدوارم که خاطرات این شکلی بازم تکرار بشه. خروجی شد این کاری که میبینید و از دید من و برای من تمامه.